دوستان عزیز، بریم سراغ امروزمون. یه روز که سر کار بودم به شدت تب و لرز داشتم و استخوان درد شدید. به صاحبکارم گفتم مرخصی بده برم دکتر، اصلا حالم خوب نیست، نمیتونم وایسم. صاحبکارم هم گفت باید یکی رو بیاری به جای خودت، وسایل خراب میشن. آخه من تو کار فروشگاه بودم، سمت یخچالا کار میکردم. اونجا مواد غذایی یخزده میچیدم تو یخچال. برای هم صاحبکارم گفت اگه شما بری کل مواد غذایی یخچال خراب میشه. منم مونده بودم چی کار کنم. صاحبکارم دید دارم گریه میکنم، گفت باشه برو خودم یه کاریش میکنم. منم با اون حال خراب رفتم درمانگاه. به صاحبکارم گفتم یه پنیسیلین بزنم خوب میشم، 2 ساعتی برمیگردم. اما رفتم دکتر، دیدم نفر 20م. از دردم به خودم میپیچیدم. تا نوبتم بشه کلی اذیت شدم و بالاخره نوبتم رسید. رفتم زیر سرم و چند تا آمپول عضلانی داشتم. رفتم سمت تزریقات. آقای تزریقات اومد گفت آمپول شما خیلی درد داره، ولی من یه جور میزنم که کمتر درد رو احساس کنی. اما من موقع زدن آمپول نتونستم خودم رو نگه دارم. کلی آخ و اوخ کردم و اون آقای تزریقاتی گفت عزیزم آروم باش. منم یه لحظه ساکت شدم و کمی بهم برخورد، چون اون آقای جوون بود. خیلی آروم گفت و چه پایین تنه قشنگی. منم عصبانی شدم و بعد از زدن آمپول سریع پا شدم و از اونجا اومدم بیرون. وقتی رسیدم خونه زنگ زدم به صاحبکارم و گفتم ببخشید دیر شد نتونستم بیام. دیگه به خاطر مسکن‌هایی که زده بودم بهم عین جنازه اون شب افتادم و خوابم برد. فرداش که صبح شد دیدم گوشیم یه شماره ناشناس داره زنگ میزنه. برداشتم و گفتم بفرمایید. یا آقای بود گفت من تزریقاتی دیروز هستم، شمارتون از پذیرش گرفتم، اگه اجازه بدیم با هم آشنا بشیم. منم گفتم آقا مزاحم نشو، دیگه به من زنگ نزن لطفاً. تا من قطع کنم همش میگفت خواهش میکنم به حرفام گوش کنید، قطع نکنید. گفت دیروز وقتی آمپول میزدم صدای آهتون تو گوشم مونده. منم گفتم ببخشید قصد بدی نداشتم، ولی خیلی دردم اومد. آقای گفت من از شما خوشم اومده، اجازه بده با هم آشنا بشیم. نیت هم خیره، ولی من گوشی رو قطع کردم و به حرفاش اعتماد نکردم. این آقای همچنان هر چند روز یه بار بهم زنگ میزد و منم حسابش نمی کردم. یه روزی یه پیام داده بود که ازت خواهش میکنم لطفاً جواب بده. به خدا من قصد ازدواج دارم، اگه میشه لطفاً آدرس خونتون رو بدین و با خانواده بیایم خواستگاریم. منم جواب دادم. با هم بعد یه مدتی ازدواج کردیم. کی فکرشو میکرد سرما بخورم و برم درمونگاه و این اتفاق بیفته. من و شوهرم وقتی با هم میشینیم به هم نگاه میکنیم و میخندیم که چطوری از چه طریقی با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم. دوستان ممنون از همراهیتون.